تو چمدون باشه مثلا برات؟ نمیدونم، هرچی ماما خره باشه. دوست داری؟ اگه برات چی نیاورده باشم چی؟ میاری؟ حالا اومدیم و یادم رفته باشه بخرم چیزی برات بیارم، چی میشه؟ ناراحت نمیشه. سوغاتی رو باور کنم. سوغاتیاتو؟ خب گفتم که شاید نیاورده باشم. آوردی؟ ماما من گوشه سوغاتی رو دیدم. گوشه سوغاتیاتو کجا دیدی؟ تو چمدون شاید نیاورده باشم. چی کار کنیم اگه نیاورده باشم؟ آوردی. نگاه گوشش معلومه. خب اگه نیاورده باشم چی ماما؟ آوردی گوشش معلومه. من گوشش معلوم بود کو. به نظر اینا با هم خوب میشن؟ به نظرم آره خوب میشه. مامان تو سوغاتی اسباب بازی بیشتر دوست داری یا لباس؟ لباس. چرا؟ بعد دوست داری همجور ست کنی هی واسه خودت؟ نگاه کن جورابم باشون ست میکنه اینا رو. جالبش اینه که من خودم هم بچگی همجور عاشق لباس بودم. خیلی خوب شده اتفاقا این دوتا با هم.